یک چند فکر و عقیده خود را نسبت اون چیزی که امروز در شهر خورک در ولایت مفتوح کوهستان درخشان به عمل آمده است حرف زنم. پیش از این سخنان میخواستم در مدت این 16 روز بودن در این وظیفه و در این مکان بزرگ احترام همه خود را به پیشوای ملت، احترام همه خود را به اون نفرانی که در این استاد شب روز محنت کردن، با او مادران، خواهران، با او زیایان، با او کارمندان مقامات دولتی تشکر زیاد بگویم که ما از همین دیگر فهمی همین کار بود که ما در مدت یک ماه توانستیم سپارش‌های جناب ولی را به سامو رسانیم و امید دارم که این کار البته کار یک ماه نیست، این کار خیلی طولانی است. بعضی مثلا این وقت میخواهد و اگر با همین راه درست کنیم انشاءالله از اجرای مدت اونا میکنیم. من میخواستم در این جاده یک نوآوری بیاریم. ما بسیار میگیم گروه متشکل، گروه جنایتکار، همه رسانه‌های هم رسمی، هم شبکات اجتماعی، هر کسی سوال میکرد اونا کیستند؟ برای چی یگان کس نامشون نمیگن؟ همون نفرانی که ما میگیم روبران گروه های متشکل جهانی هستند. اینجا منور است، اینجا طالب است، اینجا باقر است، اینجا خرسن زویر و او یادگار است. تو بیاید مردک باری رو به رو صحبت کنیم که گپ درباره کی میرا، گپ درباره چی میرا. و بعد ممکن شما خبر دارید او باخری که در او تالار قصر ورزش داشتن، قریب اینجا 500-600 نفر جمع آمدن، همه جوانان و فکر میکنن که در تاریخ امین 27 سال بار اول به طرز کشا روی راست هم دیگر را گفتن که تو این خطا کردی، تو این کار کردی، تو این کار کردی. این بار اول بود. همونجا بعد طالب برآمد کرده، هم زور برآمد کرده، هم قوت برآمد کرده، هم دیگرها برآمد کرده. چیزی که باید خواستن در حق ساختارهای دولتی و من همچون کارمند سابق تشریفات خون خواستم بگویم گفتم و چیزی که من فکر من درباره آنها و کاری که آنها کردن منم حرف زدم. تکلیف ها کردن که اگر پرابلم درباره ما باشد ما میریم 5 کس خودمون در همین میدان نسپاریم. گفتم بهترین ولی هیچ وقت شما این کار کردن نمیتونید. خاروخ جای جنگ نیست. ما دیدیم، ما دمشق دیدیم، ما الپو را دیدیم، ما عراق دیدیم، ما دیگر جای دیدیم. مردم برآمد جنگ کردن با عمر نپذیرتر با اسلامیستان. امروز 10 میلیون آدم آوردن و اون شهرها میکردن. خانهشون در کجا بود؟ از اون ملکای نازنین، از اون شهرهای نازنین امروز که با هر کارمند فوند و خان و میکنن و از سوریه که پیش از جنگ چه بود، از لیبیه که پیش از جنگ چه بود، از عراق که پیش از جنگ چه بود، از یمن که پیش از جنگ گریه میکنن که چی بود به چه رسیدم. من میدونم از اون شدت، از اون تریزه که یک تیر طرف قوای مسلح حکومت بیاد جواباً اونجا چی میره دیگر از اون نوشانه و چاراشنه و دعواشنه نشانه نمیمونه. و بعد مثل سیره و مثل چه بیاریم اینجا پلا تمانیم و هزارات نفر در زمستان کنن خیمه و خوب کنن. و خدا رو شکر یگانه امکانی که امروز دولت داده است بیاره یراختن سپاره در کدام قسمت داشتن و حتی در باطن خود تیز زندگی کنید. و فکر کنید که نوشروان عادل هم در وقت پادشاهی خود این امکان نداد که در اون مجلس و در کل واقعا از مردم عادی امروز دولت یک چیز التماس داره. نمیگه برو عراق جمع کن، نمیگه برو خودشون جمع کنی. یعنی گفت میگه التماس
هنگام گذراندن یگان عملیات خلل نرسانید، جان خود و جان فرزندان خود را در خطر نمانید. این یک چیز عادی که از مردم طلب میکنن، لیکن افسوس نابسته همه قدر کردیم، همه کار کردیم، مردم این کار با قادر نیست. حتی که سامین ستارش گفتن از اجرای عهده فرزندش نمیبرند. مرا در ما بخاری گفتن که تو همچون رئیس جنگ اعلان کردی. من گفتم اگر اینجا پیشوای ملت مقصد جنگ کردن می داشت، من اینجا رئیس نمی موردم. اینجا یک آدم دیگر میشد که خیلی بود بخشید کنم. این روز کل سیاستمداران دنیا، کل تحلیلگران، کل حزب‌های سیاسی حیرانند از تصمیم جناب عالی که چه دیرکتور فوند آخوان امروز اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت است. شما میدونید که گذشته چی گپا بودن؟ مناسبت تشریفات آخوان با حکومتی خیلی است، مناسبت جناب عالی با ورزت خیلی است. این عاقبت یک شخصان کلیدی تشکیلات آخوان امروز اجرا کننده وظیفه رئیس ولایت. معنی چی است؟ کنسولیداسیا بمورد همه قواصلی برای مبارزه با مقابل جنایتکاری، با مقابل ویرانکنی قانون و هیچ نیستیم نگاه نکرده من تصمیم گرفته شده است. و امروز این مسئولیت بزرگ نمیدونم چه سبب باشد که با دوش منو و دوش نفرانی که شما امروز در این تولار شده هفتید است. یگان خیلی یگان گپ یگان چیز دیگر اینجا نیست و در چند واقعه داشتم با کسی من همین گپای روی راست میگم که کی بود چی کرد چه دیگر جای ترس نیست. بود دیگر سال بود دیگر وقت بود اوضاع دیگر دولت نیست که امروز نام طلبت آر طلبت یک چیز دیگر طلبت. دنیا دیگر شد. همین قسمت که توجستان توانست خود را با سیاست نو مطابق کند، زندگی خود را پیش برد و طبعی گفتن که امروز باید درباره اجرای پخته و میوه و گوشت و سبزیجات میگیم. ما درباره در 5 سال چقدر سلاح، چقدر مواد مخدر و چقدر امانال دیگر چیزا جمع کردیم. از من سوال کردن درباره این گروه متشکل نقشه کشیدن کی هستن و چقدر آدم دارن. مایلش اگر یادگار 50 گز داشته باشد، تولید 50 گز داشته باشد، فرسان 50 گز داشته، باقر 50 گز داشته باشد، کسی دیگر در بجاست بعد 300 کس 400 کس 1000 کس. چه است امروز 1000 کس برای یک دولتی که میلیون نفر افسر و عسکر دارد، لیکن میگه در گرد اینا با 1000 جوانهای مغشوش شده. این پرابلم یک است. اگر روز با گرد درباره 200 کس 300 کس 500 کس داشتن در یک شبانه روز حال میشه. که ما در مدت همین 20 سال کل جوانان خود را از دست دادیم و یا در زیر تاثیر کوچه مونده. خانه پدر و مادر میرن میگه پسرم یک هفته در خانه نیست. در کجا؟ دژور نی در نوبت است. چخیل اون مادر اون پدر خواب میکنه که بچهش یک هفته خانه نامده است، چی میخورد چی میپوشد دست میشد رو میشد در کجاست. هیچ کار میگه نمیتونیم. التماس میگه پسر مرا برید به خدمت اربی که از این گروه خلاص شود، لیکن نگوید که ما گفتیم. پدر مادر از فرزند میترسن، نگوید که ما نگفتیم. یک بلا کرده و برای بسیار اولاد دارن که فرزندانشو از اینجا گریزاندن که به یکون گروه امرارشو گرفته بردن. بنابراین ترس من از او یراق نیست. برای چندی که یراق داشته باشن من یکون ترس ندارم و این یکون کار کردن با نمیتونن. ترس من از اون ایدئولوژی نادرست، از اون مفکوره خیلی تنگی همون جوانا همون مردم ما است. اگر سالهای پیش یک نفر رئیس ولایت تعیین میشد این یک هفته توی بود، هیچ خرسنده بود. امروز من به وطن خود برگشتم، زن و دخترم گریه دارد. هموطنان همکارانم میگن که تبریکت نمیکنیم لیکن توفیقت میخوایم. امروز این وطن من، این کار من در نظر خود مردم تا چه اندازه مشکل شده است. حتی برای به حال من
رامشون میاد که تو کجا آمدی. این بسیار یک سیگنال جدی برای هر یک نفری که اونجا زندگی دارد و ناموس دارد. این نفر که من نبیورم کسی دیگر نبیورد، کسی کینجا میبرد، کینجا کار میکنن، کینجا روبوت میکنن. اگر همین مفکوره جوانان نشد در این ملک طورتن به این شهر و به این درخت و به این روشنی کوچه و نگاه کردیم، چخیلی جوانان چخیلی زندگی میکنن. بازو ببینید اگر از اینجا دوشنبه فوروق دوشنبه در راه ممکن 50-100 تا توریست همه ولسپد آمده ایستادن، نه فرهنگ میدونن، نه این نه وای. از کیم کجا از شویتزار از فرانسه از میبن دنیا را تماشا میکنن، تاجیکستان را تماشا میکنن. دوشنبه سر کده تو کیم کجا یگان امریکایی نیست که کل امریکا را ندیده باشه. ما باشه 99% مردم بدخشان خطلان و سوق ندیده است، 98% اون طرف بدخشان ندیده است. وقتی که گپ دوباره خورده میرن او دانشجویی که با دانشگاه دولتی به نام مانشان زرشوف داخل میشن، پدر مادرشون اول ماتم میگیرن که کجا رفت این دخترم، کجا رفت این بچه، این چه در اون شهره که همه کرمینال و همه دزد و همه افیون و بنگ زندگی میکنن. بنابراین همین مسئله که این روز هستن این از خانه پیدا میشه، این مفکور از خانه خود ما پیدا میشه. اما سخنی که در خانه میره با کودکان چی میگن، چی خیل میگن، بعد که برفتن کوچه با کوچه و تا دمی که برای دنیا را ندیدند و زندگی را ندیدند و دیگر کارا یاد نگرفتند. در اما شاشورا اما سوال پرسیدم که این مواد مخدر این یارو از کجا میاد؟ معنای سوال بود که برای چه تو حکومت‌ها سرحد موزد نگفتن از جمهوری اسلامی افغانستان. این روز حتی دولت ابوالقدرت امریکا نمیتواند سرحد خود را مستحکم کردن. گپ دوباره 1420 کیلومتر میره. این مگر میلیون سردار بشن دست به دست کپیدن اما محکم کنن. دیگر راه لاجش نیست. یک راه لاجش اون چیزی که انجام میبرن هم موافق وصیت هم پیشوای ملت است و هم رو فرهنگ ما نیست. نه او یراق نه او مواد مخدر نه او چیز دیگر. فقط رفتار قطعی خرد قطعی چیزی که واجب نیست، هم از طرف سیاست هم از طرف مذهب همین کار باید ما بکنیم. زیاد از من سوال کرده که این کار کی میبرن، حالا که سانو ستاش به این جواب داد که این تاجیکستان است، در کجا چقدر کی خواهند همه نمود خواهند نیستند. اگر او خواهد بر ضرر امی خلق کردن اون وقت من و شما فعالان جوابدار هستیم که مسئله رو تا سطح بالا بریم. من تا خود پیش جناب ولی عرض داشتم وقتی گفتم کارو ایدئولوژی را سخت ببین، گفتم پیشوای ملت میکنیم این کارا لیکن مشکلات زیاد است. گفتم در خورق مردم 1 ساعت آب دارن، تلفن برداشت اما دقیقه تلفن کرد معاون سروزیر و مردم بیکار است، این است وای است. گفت همه اینا میشوند و ما میدونیم که همه اینا میشوند لیکن با تینجی و امانی ضرور است. امروز میگه که بدخشان همگی 30% خود را تامین میکنه. تمام بدخشان میتونه خود را 100% تامین کنه به شرطی که اینجا اینوستیسیا بیاید. اینوستیسیا کی میباید؟ وقتی که آرامی است. در اون دنیا دیگر دولت زواد نمیسازد، دولت فابریکه نمیسازد، دولت کارخانه که استحصال نگیر همه کار سکتور خصوصی است. لیکن برای یک توریست اینجا آمدن، برای یک اینوستر آمدن اینجا شرایط درکار است. بغیر از اون شرایطی که میگن که اقلیم اینوستیسیونی دیگر از همه مهم اینجا ما با صلح و آرامی. تو نفری که از بیرون وقتی درباره بدخشان میشنوه آدم دیوانه میشه و تو دمی که اینجا بیاده بعد بیند بعد میفکنی چیزای خوبشن خیلی زیاد هستن ولی مشکلاتش هست. ما در دوام همین 25 سال افسوس عادت کردیم زندگی کردن با کشته روسا از روی پانوم جنگل. همه چیز ممکن است، همه چیز بخشیدن ممکن است. یک نفر صحبت کرد گفت من مردمش رو نمیفهم که مرده که پسرش 20 سالش کشتن و او میگه من بخشیدم. میگه حیوان وحشی را اگر بچهش دست رسید، کدام حیوانی که بچهش دست رسید او طرف
میگزد میکشد، لیکن فرزند نفر میکشن 27 ساله میگد من بخشیدم. من اون بخشش‌های سیاسی رو میفهمم، چون که دیگر علاج نبود برای بخشیدن. لیکن وقتی که تو همین درجه میبری دیگر جای بخشش هم نیست. اینجا خفش در کار نیست که اون خفه میشه چی فکر میکنند و دیگر نه پول و نه مال و نه چیز دیگر همون جگر سوختگی برای پر کردن نمیتونه. امروز در رسانه بسیار گپ میره درباره یراق، نمیگه همین کار بود نمیکرده. ما میدونیم که این یراق از کجا میرد، همه میدونند اینا، تا سطح اولی مملکت نمیدونن. فیلم تماشا کرد که کمیته امنیت ملی خفی 2 نفرها را که یراق میبرن، یراق میفروشن، بوده فاکتورها که پول دادن یراق جمع کردن، ثبات دادن که همین یراق جمع شد. با بدبختانه که یراق از اهالی مصادره کرده شد، لیکن کدام اهالی میفهمن که او یک گروه مخصوصا اوزن کوکس، اما گروه به دیگر اهالی کسی کار ندارد. لیکن برای چی در همین شب روز تصور کنید که روز 15 سپتامبر اگر جناب ولی میگفتن که در مدت 1 ماه کل گروه جنایی را نصف کنید، توزیع کنید، این کنید، وای کنید. امروز در اینجا ما و شما نمی ایستادیم. امروز نصف خوراک پر از خون میشد اما سوخته بود. اینا رعا هستند که اینا الیمنت هستند که با عقل سالم امکان میدن که پرابلم رو به جنگ و به این و به وای حل کنن. میگن که بیا یراق جمع کنید، یک کمیسه کنید از منیتورینگ گروپ، از جامعه شهروندی. کارتوشکا پخته نیست، میگن که یادگار 50 کیلو سپارید، این مشروزاده 20 کیلو سپارید. این قانون داره. این گفته به طور انانیمیت به نام نشان ممکن بعد 2-3 سال معلوم شد از زمان افتماعات آدم کشته هستند. بعد انمی افتماعات محترم میزان نبود سپارید است. من در 2012 دیدم آدم روشن بسته بودن، زبان کتب می پرتاب افتماعات رفت. کی بود چی بود دیگر باید کار ندارم، چون که حکومت امکان داد که تو سپار ما دیگر در پای سراغ تو نیستیم. امروز در رسانه خبری هر گپ و بخصوص وطنداران ما که امروز بیرون از بدخشان هستند هم نصیحت میکنند و وصیت میکنند و راه را میگی که خودشان قانون عالی دولت نمیفهمند. بنابراین من از محترم رئیس کمیته امنیت ملی، از محترم پروکورور جنرالی، از نفرانی که همینجا شرکت ورزیدن بسیار متشکرم. از کل حکومت دستگیری که شما در مدت همین 1 ماه با مقامات دستگیری کرده خیلی هم سپاسگزار هستم. امید دارم که از همین روز از همین ساعت با بدخشان تنجی اماری میبرد و ولایت قانون از همین روز تعمیم میگردد و ما باید این روز در فکر زمستان باشیم. راه چه میشود، غذا چه میشود، او ابیکتور چه گرم کنیم و از پای زندگی روزمره از پای کارات اقدام باید ساختارهای مقامات دولتی کنند، نه از پای جمع کردن یراق و مواد مخدر و دیگر چیزها.